به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. من نرگسم، فارغ التحصیل پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشجوی الان پزشکی دانشگاه شیراز. توی این ویدیو میخوام راجع به اشتباهاتی که قبلا انجام دادم و باعث شده که کنکور قبول نشم صحبت کنم. خب بچه‌ها، من جزو تاپ‌های کلاسمون بودم و اینطور بود که درسم خیلی خوب بود، ولی به محض اینکه کنکوری شدم خیلی اوضاع خراب شد. یعنی من فکر میکردم که خیلی باید کارهای عجیب و غریب و خاصی انجام بدم که قبول بشم. ما توی فامیلای درجه دومون یا قدیما قبولی پزشکی داشتیم. اینطور نبود که من خیلی بخوام مشاهده‌گر موفقیت کسی باشم یا کسی رو ببینم که قبول شده تا بهتر و موفقیت رو لمس کنم و فکر میکنم خیلی دور از دسترسه و من کلا رویه‌مو باید عوض کنم. یادم میاد من توی محیط خیلی کوچیک و بدی درس میخوندم، ولی به محض اینکه کنکور شدم خب خانواده‌ام فوراً خونه رو عوض کردن و اینطور بودن که نه، چون تو کنکور داری می‌خوایم یه جای بهتر زندگی کنیم. و چقدر بچه‌ها این قضیه بد شد. یعنی همین که من عادت نداشتم به اون محیط مطالعه جدید و همین که یه فشار دوبل روی من بود که حس می‌کردم خانواده من به خاطر من اینقدر توی زحمت افتادن و من اگه قبول نشم بیچاره میشم. و شروع کردم به کارهای عجیب و غریب انجام دادن. خب چه کار عجیب و غریبی انجام میدادم؟ اول اینکه من فوراً رفتم سراغ یه مشاور و گیر داده بودم که این مشاوری که من میخوام باید رتبه برتر کنکور باشه. خب توی زمینه مشاوره به نظر من دو تا چیز خیلی مهمه. یکی اینکه خودت قبول شده باشی و یا حداقل یه رتبه قابل قبولی کسب کرده باشی و بدونی کنکور چه شکلی داره میاد. و یکی هم این که تجربه داشته باشی. یعنی تجربه به نظرم خیلی مهمه که تو بدونی با هر دانش آموز چطور باید برخورد کنی. خب من اون مشاور خیلی کمکم کرد و خیلی تکنیکای خوب به من یاد داد، ولی چیزی که برای من خیلی بد بود اینه که برنامه‌های خیلی سنگین به من میداد. یه برنامه‌ای که شبیه برنامه‌های خودش بود و برنامه‌های 15-16 ساعته بود و برای منی که بالاترین ساعت مطالعه‌ام تا اون موقع 7-8 ساعت بود یه شوک خیلی بزرگی بود. و اینطور بود که من برنامه رو شروع می‌کردم و به برنامه نمی‌رسیدم و خیلی بیشتر سرخورده می‌شدم، جوری که دیگه اصلا شل می‌گرفتم و ادامه برنامه رو نمی‌رفتم. برای همین الان بیشتر بچه‌ها توصیه می‌کنم که اگه شروع کاری رو می‌خواید برنامه بریزید، یه برنامه منطقی بریزید، نه برنامه ساعت بالا، چون اگه نرسید واقعا سرخورده میشین و واقعا کل برنامه‌تون به هم می‌خوره. یه کار دیگه که انجام دادم که خیلی خیلی به نظر من عامل اصلی شکستم همون بود، نوسانی خوندن بود. من اینطوری بودم که یه روز 8 ساعت می‌خوندم، یه روز 2 ساعت، یه روز 7 ساعت می‌خوندم، یه روز 3 ساعت و این خیلی بد بود. یعنی یه زجر تدریجی بود. کسی که درس نمیخونه خب با خیلی راحت تفریحش رو انجام میده و کسی هم که درس میخونه خب دیگه کارش مشخصه، ولی کسی که نوسانی میخونه نه از تفریح لذت میبره نه درس رو درست حسابی میخونه و به نظر من این بدترین کاریه که آدم میتونه با خودش بکنه. خب من موقع عادت به ساعت مطالعه بالا نداشتم و تا میخواستم هم عادت کنم درس رو رها میکردم و این چرخه عادت سازیه کلا از بین میرفت. چیزی که متوجه شدم امسال این بود که 3 هفته حدوداً طول میکشه که انسان به یه چیزی عادت کنه و اون عادت سازی شکل بکشه. من واقعا توی اون 3 هفته‌ای که داشتم عادت سازی میکردم ساعت مطالعه‌ام ببرم بالا واقعا عذاب میکشیدم، ولی اینطوری بود که هیچ وقت دنبال حال خوب نبودم برای شروع کردن. میگفتم ببین تو 21 روز به خود فرصت دادی که شروع کنی بخونی، همه چی خیلی خوب باشه و بعدش همه چی عادی تر میشه برات. و اینطور بود که بعضی وقتا حتی با گریه میرفتم پشت میز میشستم و شروع میکردم به درس خوندن و واقعا وقتی اون سیکل 3 هفته‌ای طی شد 10 ساعت خوندن یا 11 ساعت خوندن برای من مثل آب خوردن شده بود. من برام خیلی عادی شده بود، خیلی راحت شده بود و مثل یه ربات کارمو انجام میدادم و واقعا مثل روزای اول اذیت نمیشدم. بچه‌ها، از جمله کارهای بسیار بسیار بدی که من انجام دادم برای سال کنکورم این بود که برای هر درس چند تا منبع گرفتم. یعنی اومدم یه منبع 1 گرفتم، منبع سخت گرفتم، منبع موج آزمون گرفتم و اولش خیلی حس خوبی داشتم. یعنی حس میکردم که ایول تو الان اومدی برای هر درس چند تا منبع گرفتی و قرار بهتره کنیم با این منابع. ولی بعد میدیدم نه، من واقعا نمیرسم. یعنی نمیرسم که هم آزمون بزنم هم همه منابع، هر درس چند تا منبع، هر منبع کلی تست. و اینطور بود که هر کدوم منابع برای من یک کوله بار خیلی سنگینی شده بود که دائم منو اذیت میکرد و جلو چشم بود که من نمیتونم بخونمش و اینجوری شد که حتی یک منبع خیلی خوب کار نکردم و این واقعا به ضرر من تموم شد. ولی امسال اینجوری نبودم. اینجوری بودم که برای هر درس یه منبع داشتم، حتی به جز فیزیک که حالا یه منبع آزمون طوری زدم چون تموم کرده بودم منبع اولمو و حتی اینجوری بود که علامت داراشم حل کرده بودم و غلط زیادی نداشتم.
به خودم اجازه دادم که منبع 2 داشته باشم و رفتم این کتاب فصل آزمون گرفتم و اونم یه سری فصلشو نه همشو کار کردم، ولی برای بیشتر فصل‌ها یک منبعی بودم و اونو خوب کار میکردم، مخصوصا فصلهای مهم رو. و خیلی هم خیالم راحت تر بود، همین که اسم کردم درصد خیلی بهتری میتونم توش کسب کنم. و یه عامل خیلی مهم توی شکست من، آزمون. بچه‌ها من دبیرستانی که بودم ترازم خیلی بالا بود، یعنی 6000 بود، 6800 داشتم، 6900 داشتم و اینطور بود که من تراز زیر 6000 نداشتم، در صورتی که توی کلاس ما اینطوری بود که تراز بالای 6000 خیلی کم بود، اکثر بچه‌ها رنج ترازشون 5000 بود. ولی سال کنکور که شد تمام آدمایی که ترازشون 5000 بود و اینا خیلی راحت تونستن ترازشون رو به 6700 به بالا برسونن و اوکی کردن خودشونو، ولی من ترازم همش افت پیدا می‌کرد، یعنی اولین ترازم 5900 شد و 5400 5300 5100 حتی رسید و خیلی خیلی بد بود. فکر کنید تو دوره که تقلب نمی‌شد و تراز واقعا حقیقی بود. و دلیل اصلیش این میدونم که خب من اولین ترازمو که 2 تا آزمون 2 تا درس با هم بود، یعنی بود پایه و حالا اون زمان ما پیش دانشگاهی بود با هم دیگه امتحان بدم، نمیتونستم هندلش کنم و خیلی سرخورده شده بودم و اینطور بود که من رفتم و ترازم 5900 شد و کلا خودم رو باختم. متاسفانه من بعد از هر آزمون که میمدم میگفتم اوکی آزمون قبلی دیگه از دست رفت، بیخیال آزمون قبلی شو، حالا بیا برای آزمون جدید بخونیم و آزمون قبلی رو تحلیل نکرده میذاشتم کنار. ولی امسال متوجه شدم که واقعا حجم زیادی از پیشرفت من، از درصد آوردن من، از تراز گرفتن من بستگی به این داره که من آزمون قبلیمو چطور تحلیل کرده باشم. چون تحلیل 2 مرحله داره، یه تحلیل عملکردی ما باید داشته باشیم و یه تحلیل علمی ما باید داشته باشیم. تحلیل علمی که همونه که خب ما بیام صحیح و غلط‌ها رو مشخص کنیم، بگیم که خب حالا این چطور حل میشه و اینا. ولی تحلیل عمل کردی یعنی که من اصلا بیام چک کنم ببینم من چرا غلط زدم، چرا دروسی که خوندم رو نتونستم جواب بدم، دلیلش چی بوده، توی چه سوالاتی بیشتر مشکل داشتم. مثلا توی زیست من میدونستم که توی سوالات چند موردی خیلی مشکل دارم و دفعات بعدی که میرفتم تست بزنم بیشتر روی اون سوالا مانور میدادم. یا بعضی وقتا حتی لازم بود که من منبع رو عوض کنم، یه منبع کامل می‌ذاشتم ولی درصد خوبی ازش نمیگرفتم، خب اون موقع من مجبور می‌شدم که منبع رو عوض کنم. این تحلیل عمل کردی خیلی به من کمک کرد. حتی وقتی شما تحلیل عمل کردی تایم آزمونتون رو میتونید طبق اون تنظیم کنید. یکی میاد تمرین میکنه میبینه شیمی رو اول بزنه بهتره، یکی میگه نه فیزیک برای من بهتره و این برای کنکورتون خیلی راهبرد خوبی میشه. و من اینجوری بودم که بعد از هر آزمون خیلی بیشتر از تایم آزمون برای تحلیل آزمون صرف میکردم، یعنی بعضی وقتا تحلیل آزمون من 1-2 روز واقعا طول میکشید و قشنگ اون آزمون من سیاه میشد و کاملا این سری رویه هامو برای سری درس ها عوض میکردم و اینطور شد که من درصدام اوایل حدودا 20-30 و اینا بود، ولی این اواخر حتی به 60-70-80 هم رسیده بود توی آزمون های دوپینگ ما و این خودش خیلی خوب بود. پس حتما آزمونتون رو تحلیل کنید. تحلیل آزمون به نظر من از خود آزمون دادن خیلی مهمتره و دقیقاً عملکرد چند روزتون رو نشون میده و این خیلی چیز مهمیه. یه کار بعدی که انجام میدادم موقعی که دبیرستانی بودم بود که خیلی از گوشی استفاده میکردم. یعنی من با اینکه گوشی هم نداشتم از گوشی والدین استفاده میکردم، فضای مجازی. واقعا اینجوریه که وقتی تو کنکوری میشی ذهنت خیلی دنبال راه فراره، ذهن ما انگار بعدش از کار سخت میاد و همش دنبال آسون ترین راهی که اونو انجام بده و من دائما متوسل میشدم به یه چیزای غیر درسی که از درس خوندن لااقل جذاب‌تر بودم. میرفتم عمو پورنگ میدیدم، چه میدونم با اینترنت تازه یوتیوب رو کشف کرده بودم و خب خیلی این به من ضرر زد. امسال موقعی که شروع کردم درس خوندن که کلا اینستاگرامم رو دیاکتیو کردم و از فضای مجازی خیلی فاصله گرفتم. حتی یه سیم کارت جدید گرفتم و یه تلگرام جدید زدم که توی اون تلگرام من فقط مطالب آزمون‌ها، جزوه‌ها و اینا رو دانلود می‌کردم و دوستان مثلا شما اون تلگرام من نداشتن و اینجوری بود که من دیگه حواسم پرت نشه و هر چند روز یک بار میرفتم تلگرام اصلیمو چک می‌کردم و حتی بعضی وقتا پیش میومد که حتی گوشی من 2-3 روز خاموش بود و من روشنش نمی‌کردم، می‌ذاشتم باتریش خالی شه و خاموش می‌کردم. من هر گونه چیز غیر درسی رو از محیط مطالعه‌ام حذف کرده بودم، از جمله فضای مجازی، چون من به این اعتقاد دارم وقتی آدم از فضای مجازی استفاده میکنه فقط اون تایمی نیست که تو میذاره پای اینستاگرام، خب تو یه تایمی هستی که تو خیلی منزوی و تمام وقت تو داری درس میخونی، ولی وقتی میری تو اینستا میبینی دوستات دارن خوش میگذرونن، مهمونی میرن، مثلا واسه پشت کنکوریا
و تو حس میکنی که بدبخت ترین آدم روی زمینی، چون هم دارن خوش میگذرونن و تو اینجایی و این خیلی چیز بدیه. و از یه طرفی هم موقعی که وقت استراحتت و میری سراغ گوشی، هیچ استراحتی نداری، مغز تو مثل درس خوندن همچنان داره اونجوری فعالیت میکنه، کار میکنه، گردنت خسته میشه، چشات خسته میشه. و از طرفی چون وقتی ما فیلم میبینیم باعث میشه هورمون آدرنالین تو بدنمون ترشح بشه، این آدرنالین باعث میشه که ما اصلا متوجه گذر زمان نشیم و یا به خودمون میگیم من یه رو بعد وقت میذاشتم مثلا پای اینستا استراحتم، الان 1 ساعت نیم ساعت گذشته. پس به نظر من عاقلانه ترین کار اینه که شما این فضای مجازی رو حذف کنید، واقعا بهش نیازی ندارید. حالا بعضی هم میگن که خب ما بریم باش فیلم آموزشی میبینیم، برای اون چیکار کنیم؟ من میگم اگه لپتاپ اینو دارید با لپتاپ ببینید، اگه ندارید از شب قبل فیلم‌ها رو دانلود کنید و بعدش اینترنت گوشیتون رو قطع کنید. حالا اگه سیم کارت رو خارج کنید، اگه وای فای رو خاموش کنید، چون بعضی وقتا واقعا تحت کنترل خود آدم نیست. یا میتونید از اپلیکیشن دتوکس استفاده کنید که اپلیکیشن‌های دیگه‌تون رو قفل میکنه و باعث میشه که شما ازش استفاده نکنید. خب یه مورد دیگه که باید راجعش صحبت کنم راجع بی‌حوصلگیه. آیا روزی بود که بی‌حوصله باشم؟ خیلی پیش میومد که من بی‌حوصله باشم. من قبلا فکر میکردم که حالم خیلی باید خوب باشه که درس بخونم، شرایط باید خیلی آروم باشه، همه چی باید خیلی اوکی باشه که من شروع کنم درس خوندن. ولی خب امسال وقتی خواستم شروع کنم درس خوندن، کلی مشکلات و اتفاقات بد برای من افتاد، مخصوصا مشکلات خانوادگی خیلی بدی داشتم که واقعا قبلا برام پیش نیومده بود و داشتم سخت‌ترین روزهای زندگیمو میگذروندم و خیلی درد میکشیدم. ولی من از پرستاری درسی گرفته بودم. موقعی که پرستار بودم، حتی اگه مریض بودم یا حالم بد بود، چون پای کارم و وظیفم در میون بود، باز هم باید سر کار میرفتم و کارم رو حتی با حال بد هم شده انجام میدادم. و موقعی که کنکوری شدم این عادت برای من موند که آقا تو اگه حالت بده، هر حالی هم که داری، چون یه وظیفه‌ای داری و این وظیفه رو باید انجام بدی، با هر حالی باید انجام بدی. بچه من اینطور بودم که مثلا 2 ساعت درس میخوندم، نیم ساعت رو میذاشتم برای فکر کردن به مشکلاتم، گریه میکردم، مامانم زنگ میزدم، حالا گریه زاری میکردم، راجع به مشکلاتمون صحبت میکردم. ولی بعدش که 2 ساعت بعدی شروع میشد، من دوباره شروع میکردم درس خوندن و برای این کارا آلارم میذاشتم. یعنی من هر وقتم که میخواستم از محیط مطالعه برم بیرون و استراحت داشته باشم، آلارم میذاشتم نیم ساعت، بعد میذاشتم تو اتاق و آلارم که میخورد من برمیگشتم. یعنی چون میخواستم گوشی رو خاموش کنم، آلارمش رو خاموش کنم، مجبور شدم برگردم و هیچ وقت نمیذاشتم که این ساعت از دسترس من خارج بشه. از این اپلیکیشنی هم که میتونید استفاده کنید برای اینکه حالا تایم‌های استراحت و درس خوندنتون رو تنظیم کنید، اپلیکیشن پومودورو، پوموکت، حالا من خودم استفاده کردم و اوکی بود. ولی اینو برای بچه‌هایی که میخوان گوشی داشته باشن و اصلا جنبه ندارن که گوشی کنار دستشون باشه توصیه نمی‌کنم. توصیه می‌کنم که با همون ساعت چیز کنن، با همون ساعت کار کنن. حالا اگه اوایل کارتون شما میتونید به ازای هر 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت کنید و وقتی 4 تا سیکل رو پر کردید 20 دقیقه به خودتون استراحت بدید و هر چی جلوتر رفتید رو کمترش کنید. مثلا اواخر من اینطوری بودم که هر 2 ساعت دیگه به خودم استراحت میدادم. هرچی جلوتر میتونید این سیکلای استراحتتون رو کمتر کنید. ولی نکته‌ای که بهش توجه کنید، توی فاصله 5 دقیقه ها نباید اینجور باشه که برید بیرون و حالا خوشگذرونی از اتاقتون ببینید. نه، حرکات کشیشی انجام بدید، یکم چشاتون رو ببندید، ولی تو اون تایمه حالا 4 تا سیکل که پر شد 20 دقیقه به خودت استراحت دادی، اونجا میتونی بری بیرون یه چیزی بخوری و حالا کاراتو انجام بدی. راجع به خوراکی یه چیزی من بگم. بچه‌ها من صبح‌ها خیلی تعلل می‌کردم که درس بخونم. دیدید شروع هر کاری سخت در این قسمتشه. من اینطوری بودم که صبحانه‌مو عمدن لفت میدادم که شروع نکنم درس بخونم و به خودم میدم آقا من 7 بیدار شدم، 9 شده هنوز استارت نزدم و این عادت رو کلا تغییر دادم. اینجوری بود که من آبجوش میذاشتم، میومدم شروع میکردم درس خوندن. یعنی بلا فاصله بعد اینکه بیدار شدم فوراً میومدم یه لیوان آب میخوردم، پشت میز میشستم که شروع کنم که اون قسمت سخته رو بدون اینکه حالا بخوام فکر کنم برم و انجام بدم. و اینطور که یه رو که میخوندم خیلی گرم میشدم و حالا که جوش میومد یه چای میریختم، میومدم پشت میز میشستم میخوردم، صبحانه‌مو پشت میز میخوردم، چون اون خیلی از من وقت میگرفت و تایم میگرفت و اینطور بودم که من دیگه اوکیش کردم. راجع به خوراکی هم این که حتما آب، مواد مغذی اینا رو با خودتون قبل از اینکه تایم درس خوندنتون باشه بیارید و بذارید کنارتون باشه.
چون که اگه نباشه مجبور میشید به خاطرش همش برید بیرون و بیایید و این خیلی اذیتتون میکنه. بچه‌ها برنامه هاتون هم حتما از شب قبل سعی کنید بنویسید. وقتی چیزی رو نمی‌نویسید انجامش نمیدین. بنویسید و تیک بزنید. من مینوشتم و دوست داشتم که وقتی آخر شب میشه من برنامه‌ام تیک خورده باشه و هر کدوم که انجام شد من تیک میزدم و خیلی حال میکردم با اون تیک زدنه. و اون برنامه مشخصش هم میتونه خیلی کمکتون کنه. فیلم‌های آموزشی، کتاب و اینا هم حتما از شب قبل آماده کنید، چون صبح هرچی دیرتر شروع کنید انگار استرس دارین و دیگه اصلا کلا دوست ندارید برید سمت درس. خب چیزی که بخوام دیگه راجع بهش صحبت کنم راجع به خانواده ها و استرس خانواده هاست. چیزی که به خودم توی سال کنکورم خیلی ضربه زد. بچه خانواده ها اینطورن که وقتی خودت استرس داری و راجع به استرست با اونا صحبت میکنی اون استرس تو رو میگیرن، 2 برابرش میکنن و به تو پسش میدن. این کاملا این واقعیته، متاسفانه همین شکلیه. و من امسال سعی کردم، خب خانواده‌ام که اصلا اطلاع نداشتن که من دارم درس میخونم، سعی کردم کلا اطلاع پیدا نکنن و اینطوری خیلی آرامش بیشتری داشتم. سعی میکردم که مشکلاتم خودم حل کنم. شما اگه نمیتونید در خانواده‌تون خبر داره، سعی کنید که خیلی راجع به استرستون با خانواده صحبت نکنید. حالا یا با همکلاسی صحبت کنید یا با رفیقتون صحبت کنید، ولی سعی کنید با پدر مادرتون صحبت نکنید، چون به نظر من استرس دادن به اونها خیلی کار عقلانی نیست و استرس رو دوب میکنن و شما برمیگردونن. خوبه که اونها در جریان کارهاتون بذارین، ولی اینکه از نگرانی استرستون بگین اصلا توصیه نمیکنم. خب یه مورد بعدی که بخوام بگم راجع به یه عادت بسیار بسیار بدی هم که داشتم این بود، خب آدمی زاده پیش میاد که بعضی روزا واقعا دیر از خواب بیدار شه. من قبلا روزایی که دیر از خواب بیدار میشدم فکر میکردم که کاملا دیگه تایممو از دست دادم و دیگه درس نمیخوندم. میگفتم خب امروز که گذشت، من 10 صبح بیدار شدم چیکار میتونم بکنم و میذاشتم کنار. ولی امسال اصلا اینطوری نبود. خب خیلی اتفاقات مختلف میافتاد، برق قطع میشد، آب قطع میشد و خونه منم اینجوری بود که خب خیلی تاریک بود. ولی من اینجوری بودم که اوکی خب تو الان یه مشکلاتی پیش اومده یا حالا بعضی روزا میشد دیرتر بیدار شم که تو نتونستی حالا استارت بزنی، ولی مهم اینه که تو اون پارت هایی که برای خودت برنامه‌ریزی کردی رو انجام بدی. برای من مهم بود این بود که اون کارا انجام بشه. من خودم رو تحت فشار خیلی زیادی گذاشته بودم. اینطور نبود که فکر کنم که وقت دارم و حالا اینو نخوندم بعدن جبرانش میکنم. هیچ وقت اینو به خودم نمیگفتم که بعدن جبرانش میکنم. فکر میکردم که من فقط همین امروزو دارم و این برنامه ها برای امروزه و امروز این کارا باید انجام بشه، چون من فرصت جبران دیگه ای ندارم. و این موضوع خیلی به من کمک کرد که من درس‌ها رو به موقع تموم کنم. من سعی کردم بیشتر راجع به چیزایی که بود صحبت کنم. توی کامنت ها حتما برای من بنویسین که دوست دارین که موضوعات بعدی راجع به چیا باشه. میدونم خیلی از اشتباهاتی که من داشتم و شماها داشتین، امیدوارم که بتونم یه ذره هم که شده کمکی بهتون کرده باشم. کلی موفق باشین و با روزای خوب برای شما.